در این هوای گرم آب این چشمه چقدر سرد است. این هم از اسرار طبیعت است. همیشه احوالات درون با احوالات بیرون یکسان نیست. درست مانند حالی که من الان دوچارش هستم. میخواهی از اسرار این آب بیشتر بدانی؟ ولی من آمدم که بسیاری از فیلسوفان و حکیمان قدیم درباره علت جوشش این آبها و جریان یافتن قنات‌ها و چشمه‌ها بر روی زمین بر این باور بودند که وقتی بخار زیر زمین حبس می شود چون سبک است و فضاهای خالی فراوانی بین اجزای آن وجود دارد به یک سو می رود و بر اثر سردی هوا به بخاری آمیخته با آب تبدیل می شود و وقتی مقدار این آبهای آمیخته با بخار زیاد می شود دیگر زمین گنجایش حفظ آنها را نخواهد داشت. در نتیجه فشار آب زمین را می شکافد و آب به صورت چشمه‌ای بر روی زمین جاری می شود. و اگر آب فشار کافی نداشته باشد و یا جوشش لازم را نداشته باشد آنگاه برای به دست آوردن آب باید موانع را برطرف کرد و چاهی حفر کرد. چه بگویم جابر؟ گاه در آسمان ها و میان ستارگان سیر میکنیم، گاه در زمین و میان مواد مختلف جستجو میکنیم و حالا هم در زیر زمین به کند و کاو پرداختیم. من نمیدانم چه موقع وقت آن میرسد که راستی میخواستم از شما بپرسم مطالبی که قبلا به شما داده بودم مرتب کردی؟ آری. ملیحه، چراغی کو گویی همه در خواب این مرک اندیشم بی سایه و مهتابند بی سایه و مهتابند تا چند در این پیله در تار تنیدن ها پروانه شدن باید پروانه شدن باید تا اوج پریدن ها چراغش با دست شما افروخت با شعله خورشیدی سر تا سر شب را سوخت تا چند در این پیله در تار تنیدن ها پروانه شدن باید پروانه شدن باید تا اوج پریدن ها کاش روزگار این پنهانکاری ها به سر می رسید. آن وقت می توانستیم با جوانان با ایمانی که آموزش داده ایم یک شبه بساط عباسیان را از خراسان برچینیم. نکند می خواهید کار ابو مسلم را تکرار کنید. حواستان باشد به دیگران هم بگویید
کاری که ابو مسلم کرد مورد تایید مولایمان جعفر ابن محمد نبود. ولی همه میدانند اگر ابو مسلم نبود عباسیان نمیتوانستند امویان را سرکوب کنند و این چنین حکومت را در دست بگیرند. فکر میکنی برای چه امام صادق دست رد به سینه ابو مسلم زد؟ او قبل از اینکه در دسیسه منصور دوانقی گرفتار شود نزد امام رفت و از ایشان خواست تا خلافت را بعد از امویان در دست بگیرند، اما امام نپذیرفتند. پس میگویید چه کنیم جابر؟ همینطور ساکت بنشینیم تا روز به روز این عباسیان از خدا بی خبر قدرتمندتر شوند و عرصه را بر علویان تنگ کنند؟ بهترین کار در این روزگاران است که مولایم جعفر ابن محمد انجام میدهد. باید به ترویج افکار و اندیشه های اهل بیت بپردازیم، افکار و اندیشه هایی که در این بازار پر رونق مکر و نیرنگ و ریا غبار گرفتند. باید مردم را با اصل دین بیشتر آشنا کنیم. باید سنت رسول خدا را در بین مردم زنده کنیم و ریشه های آن را در جای جای این سرزمین بگسترانیم تا به درختی تناور تبدیل شود، آنچنان که نه امویان نه عباسیان و نه هیچ حکومت جاه طلب دیگری نتواند آن را از ریشه در بیاورد. اما آنچه باعث می شود این درخت شاخ و برگ نگیرد ناآگاهی مردم نسبت به این اصول فراموش شده است، اصولی که پیامبر خدا برای آگاهی دادن مردم نسبت به آنها مبعوث شده بود. امروز ناآگاهی بلای جان مردم ما شده. برای همین است که به سادگی فریب شعارهای افرادی چون ابو مسلم را میخورند و ناآگاهانه در مسیر اهداف جاه طلبانه او قرار میگیرند و به گمان به دست آوردن رضای آل محمد امویان را سرکوب میکنند که چه؟ هیچ. عباسیان را جایگزین میکنند و آنها همچنان بر ناآگاهی مردم تکیه میزنند. تا ریشه های این ناآگاهی خشکانده نشود وضع مردم تغییر نخواهد کرد. پس بهتر است با تأسی جستن از رسول خدا و امامان بعد از ایشان راه آنها را ادامه دهیم. حال این راه گاه ممکن است به فرمان حسین ابن علی به قیام کربلا ختم شود و گاه در روزگار حاضر به فرمان جعفر ابن محمد به قیام دانش و آگاهی بر علیه جهل و نادانی ختم شود. با افول قدرت امویان، عباسیان نیز فرصت را غنیمت شمردند و با شعار الرضا من آل محمد و با یاری مردم ایران و عراق امویان را ساقط نمودند. اما پس از استحکام پایه‌های قدرت خیش فشار بر دوستان و پیروان امام صادق علیه السلام را آغاز کردند و با تمام توان خیش به آزار و اذیت آنان دست زدند. همه را به بنده کشید! آی نامسلمان! ای چه مردم بیگناه را این گونه به خاک و خون میکشید! همه را به بنده کشید! صلیب جابر برسان و از خطر آگاهش کن. آنها قصدشان کشتن پسر حیان است. او را هرچه زودتر به مخفیگاه بیرون شهر ببر. برو از پشت بام ها برو. من اینها را دست به سر می باشد. برو برو. اگر همچون افلاطون کوچکترین ذره تشکیل دهنده هر عنصری را اتم یا همان ذره بسیط بدانیم، در دل آن ذره بسیط هم حرکت موجود است. حرکتی همچون حرکت ستارگان و سیارات در آسمان، حرکتی که مهمترین ویژگی هر عنصری است.
پس میبینید که حتی در کوچکترین ذرات موجود در آفرینش هم حرکت ویژگی ممتاز آن است و از ایستایی و جمود خبری نیست. به گمان من این حرکت ستارگان در آسمان و حرکت ذره کوچک در دل اتم یا همان ذره بسیط شباهتی بنیادین با یکدیگر دارند. این شباهت نشان دهنده هنرمندی خالق یکتا در آفرینش این عالم است. انسان نیز برای تعالی باید حرکت کند. همانطور که قبلا گفتم انسان خود خلیفت الله در عالم اصغر است که آن هم نمونه ای از عالم اکبر است. عالمی که خلاصه ای از تمامی کائنات و موجودات می باشد. ابزار و مسیر این حرکت حکمت است. با استفاده از حکمت حرکت میسر می شود و تعالی انسان به دست می آید و این همان کیمیای واقعی است. همان کیمیایی که می تواند درون انسانها را تغییر دهد. همان که من سالهاست شبانه روز به دنبالش می گردم. در این حالت است که انسان تبدیل می شود به آنچه خداوند از آفرینشش لب به تحسین می گشاید و می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. در را باز کنید. آرام باشید، آرام باشید. کیستی؟ منم برزو. چه شده برزو اینقدر آشفته ای؟ سربازان به محله علویان حمله کردند و دوباره آزار و اذیتشان را شروع کردند. خب این که تازگی ندارد. سالهاست که رسم حاکمان این است. شیعیان علی که آرامش داشتند. اما این بار فرق می‌کند. آنان خون علویان را حلال کردند و قصدشان این است که هیچ علوی و دوستدار اهل بیت پیامبر را باقی نگذارند. شما بهتر است به خانه‌هایتان بروید و مراقب خویشان خود باشید. بروید، وقت تنگ است، معطل نکنید. بروید عزیزان من، بروید. مراقب باش. اسماعیل. این کتاب‌ها را به ابو حمزه بده. بگو جابر گفت اینها نزد تو امانت باشد تا خودم دوباره پس بگیرم. برو اسماعیل، در پناه خدا. مراقب خویش باش. تو هم بهتر است بروی. فرخ مرا مأمور کرده تا مراقب جان شما باشم تا با هم به بیرون از شهر برویم. من باید به خانه‌ام بروم. مادرم بیمار است و احتیاج به مراقبت دارد. بیشک تا کنون خانه‌تان را زیر و رو کردن و در کمین شما نشستن. رفتن به خانه صلاح نیست جابر. تنها گذاشتن مادرم در میان اشقیا صلاح است؟ باشد. پس بگذارید قدری قائل فروکش کند، سپس با هم به آنجا میرویم. نگران حالش هستم. جابر، آنها اگر سراغ مادرت هم بروند با او کاری ندارند مگر اینکه تومه شود برای به دام انداختن شما. پس بیایید به مخفیگاه بیرون از شهر برویم. بعد از آن به اتفاق فرخ با مراقبت بیشتری سراغ مادرت میرویم. بسیار خوب. برویم. زیر زمین هم رفته باشی به چنگت میآورم پسر حیان. برویم! همه را خوب بکردید. هیچ چیز از نظرتان پنهان نماند. کجاست؟ بیش از این ما را معطل نکن پیرزن عجوزه. من از کجا بدانم کجاست نامسلمان؟ مگه ما چه گناهی مرتکب شده ایم که این گونه ستم میکنی؟ صدایت را بلند نکن که به اندازه کافی جرمتان سنگین هست. مانده بود که به مأمور حکومت اهانت کنی، چه کردی؟ شما علویان را نمیتوان با زبان خوش آرام کرد. از کوچکترین فرصتی برای سرنگونی حکومت دریغ نمی کنید. حال میگویی پسرت کجاست یا بگویم به سلابت بکشند؟ چرا حرف زور میزنی؟ چند بار پرسیدی جواب تو دادم. من از کجا بدانم که او کجاست؟ مگر چه گناهی کرده است که اینجور دنبالش میگردید؟ او که سرش به علم و کتاب است، چه کار دارد به سرنگونی خلافت؟
همان علم و کتابش از 100 شمشیر بران خطرناکتر است. اگر دست به شمشیر می برد خودم تکلیفش را یک سره می کردم. آهای ابلهان، چرا ایستاده اید؟ چرا بیهوده به دور خود میچرخید؟ بروید و با سربازان بیشتر محله اطراف علویان را محاصره کنید. بروید! چشم قربان! بالاخره به خاطر مادرش هم که شده می آید. خدا را شکر که زخم عمیقی بر نداشتی. کمی درد داره. انشالله با مرهمی که روی آن میگذارم به زودی خوب خواهد شد. خدا را شکر که برزو به موقع به شما رسید و خبرتان کرد. مثل گرگ گرسنه به دنبال شما بودن. از اینکه به فکر من بودید سپاسگزارم. حکیم و دانشمندی که در مکتب مولای ما امام صادق کسب علم کرده برای ما گوهری گرانبهاست. هرچه جان و توان در بدن داریم فدای تو باد. جابر، نباید جان تو به خطر بیفتد. همه مسلمین به تو افتخار میکنن، چه رسد به ایران و ایرانی. من دیگر باید بروم. نمیتوانم بیش از این مادرم را تنها بگذارم. خطرناک است جابر. بهتر است برزو را بفرستم جویای حال او شود. نه، مادرم بیمار است و تنها. دارویی دارد که هر روز برایش درست میکنم تا بیماریش را زایل کند. اگر هم خطری باشد چه برای من چه برای برزو فرقی نمیکنه. در ضمن یک راه مخفی داریم که از کوچه به سرداب خانه میرسد. بسیار خوب. حال که رفتنت ضرورت دارد حرفی نیست. برویم. برویم؟ آره. نکند میخواهی تنهایی بروی؟ پس چه؟ لزومی ندارد جان شما به خطر بیفتد. حرفها میزنی جابر. میخواهی خدای ناکرده یک عمر لکه ننگ روی پیشانی فرخ آهنگر بماند که جابر خطر کرد و فرخ تنهایش گذاشت. اگر تا شب زبان در کام گیری و چیزی نگویی، من و سربازانم آنقدر جان در بدن داریم تا تو را با تازیانه به حرف درآوریم. اما به تو رحم میکنم و فرصتی دوباره میدهم تا لب بگشای و بگویی که جای جابر کجاست. میدانی که کشتن تو و پیدا کردن مخفیگاه جابر برای ما کاری ندارد. من از کشته شدن به دست شما ظالمین باکی ندارم. اگر تا شبم مرا بزنید باز میگویم نمیدونم کجاست. اگرم بدونم مطمئن باشید که به شما نمیگفتم. که چیزی نمیگویی ها؟ چیزی نمیگویی ها؟ به حرفت میام رافضیه کتفان.
سعی کن آنها را بکشی داخل سرداب. برو. پروانه ها، اگر دنبال من میگردید من اینجا هستم. با مادرم چه کار دارید؟ بی ارزه های احمق، این گونه همه جای خانه را گشته بودید؟ بروید و تسخیرش کنید مبادا بگریزد. بروید! وایسا! مادر، چه بلایی سرت آوردن؟ مادر ما را در غم خود شریک بدان. دعا می‌کنیم که مورد رحمت و مغفرت الهی و شفاعت فاطمه زهرا در روز محشر قرار گیرد. بهتر است کمی گلوی خود را تازه کنی. دیگر ماندن در خراسان صلاح نیست. تا بیش از این مورد غارت ظالمان واقع نشدیم بهتر است راهی شویم. به کجا؟ طبرستان در حال حاضر امن‌ترین و بهترین جایی که میشناسم آنجاست. طبرستان جای امن و آرامی است، اما به شما توصیه میکنم به قم یا به کاشان بروید.
آنجا مأمن شیعیان است و حاکمان آن دیار کمتر علویان را مورد آزار قرار میدهند. شما هم به قم یا کاشان میروید؟ نه، من عازم عراقم، بصره، شایدم کوفه. یعنی میخواهید از ما جدا شوید؟ چاره ای نیست، مسئولیت ما سنگین است. سختی های فراوانی را باید تحمل کنیم. هجرت است، ثوابش کمتر از سالها عبادت نیست. لااقل اجازه دهید ما هم در رکابتان به عراق بیاییم. ما در قم یا کاشان غریبه ایم، کاری از دستمان بر نمی آید. در قم شخصی به نام عیسی بن عبدالله هست، از دوستداران امام. به او نامه‌ای می نویسم تا پذیرای شما باشد. تا قم مسیرمان یکیست، پس در راه بیشتر می توانیم صحبت کنیم. نه، من از بیراهه ها می روم. آخر چرا؟ خب معلوم است، مایه دردسرم. در بین هر جمعی که من دستگیر شوم جان همه به خطر می افتد. فدای وجودت جابر، خطر به جان می خریم اما تنهایت نمی گذاریم. جانتان را فدای مکتب مولایمان کنید، نه بنده بی مقداری مثل من. در ضمن عمر ما دست خداوند است. مهم وظیفه است که به گردن ماست. برزو، ما هم استراحت میکنیم. از فردا راهی کوه دشت خواهیم بود. به آنها هم بگو استراحت کنم. بلند شوید دوستان و یاران، بلند شوید استراحت کنید. فردا خراسان رو ترک خواهیم کرد. خراسان نتوانست گوهری چون شما را در خود نگه دارد. بخت با من یار نبود. شما و خانواده تان نیز به خاطر حمایت از من آواره شدید. برای من افتخار بزرگی است که به خاطر شخصی چون شما آواره بیابان ها شدم. منو ببخش سودابه. برای چه؟ بارها به شما گفته بودم زندگی مشترک آرامشی میخواهد که گویی در تقدیر من نوشته نشده. این از سیاهی تقدیر من است، نه از نارامی تقدیر شما. شاید این دو باید مکمل هم باشند تا سرنوشتی بهتر از من نصیب تو شود. کاش این را نمی گفتی جابر. سودابه آنقدر سختی کشیده که در دریای ناآرام زندگی جابر ساحل آرامشی باشد. ولی جابر نه آنقدر خودخواه است که آرامش زندگی سودابه را برهم زند و نه آنقدر بیرحم که بتواند آوارگی های او را ببیند. معلوم می شود که من نتوانستم اعتماد جابر را جلب و لیاقت خود را به او ثابت کنم. تو هم مورد اعتماد منی، هم در شایستگیت شک ندارم. اما مسیری که این جدایی پیش روی ما قرار داده مسیری ایمن است برای تو. باشد جابر. تا زمانی که دوباره به ایران بازگردی منتظرت خواهم ماند. خب جابر، بهتر است تا خطری تهدیدمان نکرده راهی شویم. آره، اینجا راه ما از هم جدا می شود. شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
دلمان برایت تنگ می شود جابر. انشاءالله به زودی این جدایی به پایان میرسد و دوباره همدیگر را خواهیم دید. به قم که رسیدید این نامه را به عیسی بن عبدالله قمی بدهید و سلام مرا به او ابلاغ کنید. انشاءالله به عراق که رسیدم دوباره برایتان نامه خواهم داد. شما نیز مرا بیخبر نگذارید. به امید دیدار. عمو جابر. جانم عمو. میخوایی بروی؟ آری عزیزم. این را جا گذاشتی. این باشد برای تو. امانت را باید به صاحبش پس داد. این امانت نیست امین جان. هدیه است از من برای تو. قبول کن. هدیه را قبول کن. شگون دارد پسرم. دست شما درد نکنه. فرخ، تو خود نیک میدانی که سودابه و خانوادهش پشت و پناهی ندارد. بعد از خداوند آنها را به تو میسپارم. خاطرت آسوده باشد جابر. آنها را از جان عزیزتر دارم. به امید دیدار فرخ. اگر مولای من را دیدی سلام ما را به او برسان. بسیار. به امید دیدار فرخ. خدا نگهدار. خدا نگهدار. حرکت میکنیم! حرکت کنیم! حرکت میکنیم! حرکت میکنیم! سرورم. سلام بانو. سلام. سرورم کجاست؟ سرورم. صبر کن شوقی. بله بانو. چه خبر شده؟ میدانی یعنی چگونه بگویم؟ راستش چه شده شوقی؟ سلام سرورم. سلام. بیا داخل. چشم سرورم. با اجازه بانو. چه خبر شده؟ بگو ببینم کاروان ابو رافع رسید؟ آری رسید، ولی چه رسیدنی؟ یک نفرشان کشته شده، تعدادی هم زخمی. خود ابو رافع هم به سختی جان سالم به در برده. بعد جوری غارت شدن سرورم. مگر نگفته بودم از سمت شمال شهر وارد بصره شوند؟ پس چرا از مقابل چشم این حرامیان گذشتن؟ مگر نمیدانند راه شرق ناامن است؟ کوتاهی از جانب من نبود سرورم. اتفاقا در راه فارس که بودن پیکی فرستادم توصیه شما را با آنها ابلاغ کردن. ابو رافع با اینکه یک شبانه روز راهش دورتر میشد از همان شمال بصره آمد که شما گفته بودید. پس چرا گرفتار این حرامیان شدند؟ همین امر موجب حیرت ما شده. زبیر راهزن بیش از پیش وحشی شده. او دیگر ملاحظه هیچ کاری را نمی کند. حتی آدم می کشند. همه راه ها را گرفتند. این جوان بیرحم قبلا ملاحظاتی میکرد و حرمت ما را نگه می‌داشت.
مدتی است مرا اندیشناک کرده. نمیدانی بار کاروان چه بوده؟ نه، ولی حبیب و خالد را فرستادن تا سر و گوشی آب دهند، یه سری هم به ابو رافع بزنن. شما هم سرورم بهتر است او را دلجویی کنید. بیگمان نگران برخوردشون. بسیار خوب، فقط مراقب باش زلفا چیزی نفهمد که ممکن است شر بپا کنن. چشم سرورم. بالاخره یکی باید پیدا بشه تا شرتو کم کنه. میدونم باهات چی کار کنم. میخواهی چه کار کنی دختر؟ شما چرا از جایتان بلند شدید مادر؟ راه رفتن برای شما جز هلاکت سودی ندارد. میخواهید بر شدت بیماری خود بیفزایید؟ جوابم رو ندادی. گفتم میخواهی چه کار کنی؟ شما نگران نباشید مادر. خیالتان راحت. جز خیر قصدی ندارم. این چه خیری است که با خود تیر و کمان و خنجر برداشته ای؟ شما بهتر است استراحت کنید. گفتم که نگران من نباشید. زلفا، تا ندانم چه در سر داری و عزم کجا کرده ای اجازه نمیدهم از اینجا بیرون بروی. فعلا فرصت توضیح دادن ندارم. وقت تنگ است. بماند برای بعد. صبر کن. تا زنده ام تنها دلخوشیم تو هستی دخترم. دوست ندارم بلایی سرت بیاید. سلام پدر. سلام. خدا را شکر که آمدی مرد. سلام. اینجا چه خبر است؟ جنگ و جهادی شده که من از آن بیخبرم؟ یا قصد ملحق شدن به راهزنان بصره را داری که این چنین لباس رسم پوشیده ای و سلاح برداشته ای؟ هان؟ تا کی باید بمانم و خبر بیارن که راهزنان اموال کاروانیان شما را غارت کردند پدر؟ داغم را تازه نکن دختر. تا بوده و هست چنین بوده. حرکت کاروانها در بیابان همیشه با راهزنان گره خورده. آن هم از بیورزگی ماموران حکومت است که سر در آخر دارند و جرأت برخورد با حرامیان را ندارند. نکند آن وقت تو میخواهی آنها را مجازات کنی هان؟ اگر رخصتم دهید آری، چرا که نه؟ به جای این کارها بهتر است مراقب مادرت باشی که حال خوشی ندارد. جنگ و جهاد از گردن زنان برداشته شده است. حتی اگر مردانی برای نبرد نباشند؟ طعنه میزنی دختر؟ برویم مادر.